همه این غلو و افراطی که میبینید به دور محور امامت میچرخه. امامتی که گفتیم عبدالله ابن سبع یهودی طبق اقرار خود کتاب‌های شیعه اولین کسی بود که به قضیه امامت و وصایت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد و این مطلب در کتب شیعه اومده که عبدالله ابن سبع یهودی اومد و قضیه امامت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح کرد که دوستان عزیز اگر لطف بکنن این صفحه رو نشون بدن. این کتاب فرق شیعه نوبختی است. این هم سال چاپش 1412 1992. در اینجا در مورد این فرقه میگه که فرقی ادعا کردن که علی نه مرده و نه کشته شده و نمیمیره تا اینکه عرب رو با عصای خودش به اصطلاح رهبری بکنه و جهان رو پر از عدل و داد بکنه. میگه که فهی اول فرقه قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی صلی الله علیه و آله من عدل الامه. این اولین فرقه بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قضیه امامت به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برمیگرده و اول من قال منها بالغلو، اولین فرقه بودن که غلو کردن، افراد کردن. و هذه الفرقه تسمى السبعیه که به این فرقه سبعیه میگن. اصحاب عبدالله ابن سبع، اصحاب عبدالله ابن سبع یهودی است و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان. و این کسی بود که اظهار کرد طعن و دشمنی با ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و بقیه صحابه و تبرع منهم و از اونها اعلان بیزاری کرد. قال ان علی علیه السلام امره بذلک، ادعا میکرد که علی اینشون را امر کرده به این کار. فاخذ علی فسأله عن قوله هذا فاقر به، علی هم این رو گرفت و باش که تحقیق کرد ایشون اقرار کرد به این چیز. فامر به قتله، امر کرد که کشته بشه. تا اینکه مردم داد زدن یا امیرالمومنین که این ادعای محبت شما رو میکنه و خلاصه ایشون رو به مدائن فرستاد. و تا این قسمت که میگه که عبدالله ابن سبع کان یهودیاً، عبدالله ابن سبع یهودی بود. فاسلم و وال علی، ایمان آورد، مسلمان شد و ادعای ولایت علی کرد. و کان یقول و هو علی یهودیتی، وقتی که یهودی بود در مورد یوشع ابن نون بعد از موسی علیه السلام میگفت که ایشون امام است، یعنی به امامت بعد از موسی اعتقاد داشت که یوشع ابن نون امام است بعد از موسی. فقال فی اسلامی بعد وفات نبی صلی الله علیه و سلم فی علی علیه السلام به مثل ذلك، بعد از وفات پیامبر در مورد علی هم همین حرف رو زد. و هو اول من شهد القول به فرد امامت علی علیه السلام، اولین کسی بود که ادعای فرضیت امامت علی رو کرد. و اظهر براء من اعدای، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان علی. بعد در صفحه بعد این کتاب خودشون است، فرق شیعه نوبختی و قمی، صفحه 33 میگه که و تکفیر کرد مخالفین علی رو. فمن ها هنا، از اینجاست که قال من خالف الشیعه، که مخالفین شیعه گفتن که ان اصل الرفض ماخوذ من الیهودیه، اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. و میتونید که تفاصیل این مذهب رو در این کتاب و دیگر کتب فرق شیعه برید مطالعه بکنید. اما بحث ما امروز رو دروغی است که جناب آیت الله قزوینی، شیخ مفید زمان، در علم رجال هم اگر 2 تا باشه یکیش ایشون هست، اگر این صحبت ها رو یک آخوند جاهل، یک آخوند عادی میکرد، خب آدم توقعی نداشت، میگفت که خب این طرف اطلاعی نداره از علم رجال، از علم حدیث. ایشون که ادعا میکنه که استاد
علم حدیث هست، استاد رجال هست و در حوزم اگر 2 تا باشه در علم رجال یکیش ایشون هست. شاگردانش هم که به ایشون شیخ مفید زمان اطلاق میکنن. در مورد امامت همونطوری که گفتم دروغی است که عبدالله ابن سبا ساخت و تا قیام قیامت آخوندهای رافضی مجبور هستند در هر دوره و زمانه برای اثبات این دروغ‌های دیگری رو بگن. برای اثبات این دروغ تلبیس‌ها و خیانت‌های متعددی رو انجام بدن. ما با هم کلیپی رو می‌بینیم که همین 2 روز قبل ایشون در برنامه زنده در شبکه ولایت صحبت کرده و ما خلاصه نمردیم و دیدیم که ایشون یک روایت صحیح و سند از کتب شیعه آورد در اثبات 12 امام. ما سالها بود که منتظر این روایت بودیم که اینا جرأت بکنن و بیان بگن که ما یک روایت صحیح داریم در اثبات 12 امام که حداقل ما هم دلمون خنک بشه بگیم که اینا دیگه انقدر جرأت کردن، شهامت کردن که شیخ مفید زمان بیاد و یک روایت صحیح در اثبات 12 امام برای ما بیاره و شیعیانی که سالها منتظر این روایت بودن همیشه اهل سنت این چالش و تحدی رو میدادن که شما یک روایت صحیح در اثبات امامتتون بیارید و اینا هی میگفتن بله ما روایت های صحیح زیادی داریم و متواتر و فوق متواتر و از این حرفا. خلاصه یک روایت صحیح ایشون آورد و کلیپ رو با هم ببینیم و بعد از اون بررسی میکنیم که آیا واقعا ایشون علامه علم رجال شیعه در دوره معاصر در قرن 21 استاد حوزه علمی قم مدیر شبکه ولایت که در رأسش آخوند مکارم شیرازی آیت الله العظما مکارم شیرازی مرجع تقلید بزرگ شیعیان ایران قرار داره، آیا واقعا اینا راست میگن یا دروغ میگن؟ ما کلیپ ایشون رو پخش میکنیم و روایتی رو که ذکر میکنه بررسی سندی میکنیم و قضاوت رو میذاریم به عهده شما عزیزان که ببینید آیا واقعا آیت الله مکارم شیرازی که در رأس این شبکه وجود داره و آخوند قزوینی که شیخ مفید زمان و اگر 2 تا عالم علم رجال باشه در حوزه علم قم یکیش ایشون هست راست میگه یا دروغ میگه؟ با همین کلیپ رو ببینیم. فرائد السمتین علامه جوینی جلد 2 صفحه 319، ینابع الموده گندوزی جلد 3 صفحه 380. اینها روایاتی است از کتب اهل سنت. این قضایا روشن شده در کتاب های برای شما از کام شیعه هم به همین شکل. ایشون یک عده انسان‌های کلوکوری رو ذکر میکنه که اینها در کتاب اهل سنت به اصطلاح اومدن و 12 امام شیعه رو ثابت کردن که ما بارها در مورد این شخصیت‌ها صحبت کردیم. قندوزی حنفی و نمیدونم گنجی شافعی و اینا همه اشخاص معروف و معلوم الحالی هستن که دیگه نیاز نیست که ما در مورد اینا صحبت بکنیم، چون بینندگان عزیزی که برنامه‌های ما رو دیدن در شبکه وصال حق دیدن که بارها ما در مورد این شخصیت‌ها صحبت کردیم. نکته جالبی که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که یکی از علمای بزرگ معاصر شیعه آیت الله آصف محسنی حرف جالبی زده بود در کتاب مشرع بهارالانوارش که ما خیلی از مسائل و اعتقاداتمون رو مجبوریم که از کتب مخالفین یعنی از کتب اهل سنت ثابت بکنیم، چون که بر اساس اون معیاری که در باره احادیثشون دارند نمیتونن هیچی رو ثابت بکنن، نه امامت، نه غیبت، نه عصمت و خیلی از اعتقادات دیگرشون. حالا ببینیم که ادامه صحبت‌های جناب شیخ مفید زمان. آمده ببینید حدیث جابر از حضرت زهرا سلام الله علیها هست با سند صحیح در کتاب‌های ما. در اینجا هم شما میبینید نام تک روشن شده در کتاب‌های تک ائمه علیهم السلام. در اینجا برای شما عرض کنم امام حسن، امام حسین، بعد از او امام سجاد، بعد از او امام باقر، امام صادق، امام کاظم، بعد از او امام رضا سلام الله علیه، بعد از او امام جواد، امام هادی، امام عسکری و بعد از او فرزندش حضرت مهدی ارواحنا فدا. کافی جلد اول صفحه 527 حدیث 3 و روایت هم 100% صحیحه. و همچنین در خود کافی جلد اول صفحه 522 حدیث 3 اسامی 12 امام آمده. در صفحه 525 حدیث 1 باز آمده.
بینید در حدود برایشان 11 تا روایت صحیح در کافی نام تک تک ائمه آمده. یعنی نبی مکرم اینها را معین کرده، از حضرت امیر تا حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا. در واقع انتخاب اونها هم انتخاب الهیه. انتخابم انتخاب الهی، انتخاب فردی نیست برادر عزیزم. و این قضیه هم کاملا برای غالب روات، ما نمیگیم برای همه، برای شاید 70-80% روات هم کاملا روشن بوده و مسئله واضح بوده و همه میدانستن. مثلا بعد از امام کاظم سلام الله علیه مثلا بعضیا رفته بودن سراغ مثلا عبدالله افتح و غیره، اینها بعد متوجه شدن که اشتباه کردن، دوباره برگشتن به طرف امام کاظم سلام الله علیه فرزند امام صادق سلام الله عبدالله افتح. یا بعضی ها نسبت به امام رضا سلام الله علیه به خاطر بعضی از مسائل شک داشتن، بعد روشن شد براشون، برگشتن به طرف امامت امام رضا. ولی غالب روات اینها برای شما عرض کنم یقین داشتن بر اینکه بعد از مثلا امام صادق کیه، بعد از امام کاظم کیه، بعد از امام جواد، بعد از امام عسکری، تمامی اینها رو برادر بزرگوارم. خب دوستان عزیز، اینا همونطوری که گفتیم با روایات هایی که از کتب اهل سنت یا منسوب به اهل سنت ذکر میکنن، ما فعلا در مورد اون صحبت نمی کنیم. اما اینکه ایشون یک روایت صحیح از کتاب های شیعه آورده، این برای ما خیلی مهم هست و باید این روایت رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا واقعا این آخوند رافضی راست میگه یا نه دروغ میگه. این روایتی است که ایشون دوستان عزیز اگر نشون بدن، تصریح به 12 امام در کتب شیعه، کلینی با اسناد صحیح از محمد ابن یحیی و محمد ابن عبدالله عن عبدالله ابن جعفر عن حسن ابن ظریف عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن بکر ابن صالح عن عبدالرحمن ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. این سلسله سند این روایت است که من خدمت شما از صفحه مانیتور خود شبکه ولایت نشون دادم و همین حدیث رو هم ما از دقیقاً همین صفحه‌ای که ایشون اشاره میکنه، جلد 1 صفحه 527 دوستان نشون بدن در المکتبه الشیعیه، شیعه آنلاین لایبرری، در اینجا حدیث سوم این مطلب رو خدمت شما عزیزان نشون میدیم، دقیقاً همون سلسله سندی که ایشون در اینجا ذکر کرده. و این آدرس صفحه رو هم در اینجا ببینید. اینجا میگه که کافی جلد اول صفحه 527 حدیث 3. بله، کافی جلد 1 صفحه 527 حدیث 3 ما اینجا نشون دادیم. کافی جلد 1 صفحه 527 حدیث 3. نسخه ای داریم ما از کتاب کافی که در کتابخانه ما موجود است اینجا. این کتاب دوستان عزیز اگر لطف بکنن این رو نشون بدن. این کتاب اصول کافی است از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. این کتاب اصول کافی، این چاپی که ما در دسترس داریم و از امیره در بیروت لبنان این رو چاپ کرده. دقیقاً همین روایت رو من از صفحه مانیتورم دوستان اگر نشون بدن، در اونجا هم همین روایت دقیقاً همون آدرسی که آقای قزوینی داده در اونجا موجود است. در روایتی که در کتابشون در صفحه مانیتور آقای قزوینی هست، دوستان نشون بدن هذا کتاب من الله العزیز الحکیم. ما دقیقاً همین روایت رو رفتیم از کتابی که در اختیار داریم در صفحه 322. شماره صفحه به خاطر این فرق میکنه در اینجا که ما دو جلد اصول کافی رو با هم داریم. روایت دقیقاً همون روایت است 1393 و در این باب روایت سوم است.
ایشون که میگه روایت سوم بر اساس باب هست. این باب ما جاء فی 12 و النص علیهم. حدیث اول 1389، حدیث دوم 1390 در اینجا، و اینم حدیث سوم که خدمت شما بزرگواران نشون بدیم. ما میایم با بررسی رجالی دروغ حضرت آیت الله قزوینی رو اینجا خدمت شما بزرگواران نشون میدیم که ایشون با کمال وقاحت به شیعیان و به اهل سنت در شبکهشون دروغ میگن و این روایتی رو که استناد میکنن روایتی از دروغین و ضعیف و اسمای 12 امامی که ادعا میکنن در اینجا آمده، این ساخته و پرداخته ذهن روات دروغین شیعه است. این کتاب مرآت العقول است که علامه مجلسی این کتاب رو در مورد روایات اصول کافی نوشته، در شرح کتاب اصول کافی نوشته. به اصطلاح چاپ ما نیست، وهابیت اینو چاپ نکرده، بلکه این رو خود ایران چاپ کرده در دارالکتب الاسلامی تهران، سوق سلطانی، شماره 99، تلفنش و فاکسش و غیره. در این کتاب این روایت رو در صفحه 208 حدیث سوم در کتاب الحجه و این بابی است که در این باب ما جاء فی 12 و النص علیهم السلام، دقیقاً همون بابی که در کتاب کافی است. در اینجا علامه مجلسیشون میاد و در مورد این حدیث دوستان نشون بدن. اینجا میگه که الحدیث الثالث در این باب ضعیف، این حدیث ضعیف هست. این بررسی آقای علامه مجلسی، دوستان زوم بکنن که بینندگان عزیز بتونن متوجه بشن که این آخوند دروغگو چطور میاد و تلبیس میکنه و خیانت میکنه. این حدیث رو علامه مجلسی گفته که این حدیث ضعیف است. من تشکر میکنم از عزیزانمون که این صفحه رو نشون دادن. بعد از بررسی این آقای مجلسی در مورد این روایت میاییم بر سر راویانی که در این روایت وجود دارن و این راویان شروع میکنیم از صالح ابن ابی حماد، یکی از رواتی که در اینجا هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن، این صالح ابن ابی حماد یکی از روات این روایت. کتاب رجال نجاشی، دوستان عزیز اگر اینو نشون بدن، این کتاب رجال نجاشی از کتب معروف رجال هست. در این کتاب دوستان عزیز در صفحه 194 در مورد صالح ابن ابی حماد میگه که ابوالخیر الرازی و اسم ابی الخیر لقی ابوالحسن العسکری و کان امره ملبسا او متلبسا و یعرف و ینکر یا که یعرف و ینکر. ایشون هم یعنی دقیقا صفت آقای قزوینی رو داشته. این صالح ابن ابی حماد تلبیس میکرده و گاهی اوقات یک چیزی رو اعتراف میکرده، بعد از اون میومده انکار میکرده. این یکی از رواتی است که در این روایت وجود داره. در مورد همین راوی شاید دوستان خب بگن که این آقای رجال کشین رو گفته، شاید که دیگران اومدن این راوی رو تایید کردن. ما
سری میزنیم به یکی از کتب معروفی که در مورد روات شیعه وجود داره و از این کتاب هم میبینیم که آیا واقعا این شخص صالح ابن ابی حماد چگونه انسانی بوده، آیا واقعا راستگو بوده، دروغگو بوده. دوستان این کتاب رو نشون بدن. این کتاب رجال هست لابن غزائری، احمد ابن حسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم البغدادی. اینم که به کتاب رجال ابن غزائری معروف هست و میریم به صفحه 70 این کتاب تا ببینیم که آقای غزائری در مورد این راوی چی گفته. اینجا ببینید در صفحه 70 صالح ابن ابی حماد الرازی ابوالخیر چی است؟ ضعیف است. این در مورد صالح ابن ابی حماد که خدمت شما عزیزان از این کتاب نشون دادیم. و میریم رو راوی بعدی که بکر ابن صالح هست. دوستان عزیز نشون بدن. این راوی بعدی بکر ابن صالح، راوی بعدی که در این سند این روایت وجود داره و یکی از روات این روایتی است که جناب علامه علم رجال خیلی با زحمت فراوان اومدن و این روایت رو گفتن که صحیح هست. ما سری میزنیم به همین کتاب. دوستان عزیز نشون بدن کتاب الرجال ابن غزائری تا ببینیم که در مورد این شخص چی گفته. در صفحه 44 وقتی شما مراجعه بفرمایید، بکر ابن صالح الرازی در اینجا در حرف با، بکر ابن صالح الرازی ضعیف جدا کثیر التفرد بالغرائب. نه تنها این آقا ضعیف جدا هست، بلکه ایشون به تنهایی یعنی روایات عجیب و غریبی رو بیان میکنه که یکیش همین روایت لوح جابر هست، همین روایتی که جناب علامه علم رجال این رو اومدن تصحیح فرمودن و دل شیعیان و اهل سنت رو شاد کردن با این کشف یا با این کفش بزرگشون. روایت بعدی که ما راوی بعدی عبدالرحمن ابن سالم است. دوستان عزیز اگر نشون بدن این آقای عبدالرحمن ابن سالم راوی دیگری است که در این روایت وجود داره، در این روایتی که جناب علامه علم رجال اومدن تصحیحش کردن و این راوی رو هم میریم به همین کتاب الرجال. البته در کتاب‌های دیگری هم هست و منتها ما اکتفا میکنیم به یکی از این کتاب‌ها که دوستان عزیز در مورد این راوی معلومات حاصل بکنن. در صفحه 74 این روایت اینجا صفحه 74 الرجال ابن غزائری این است عبدالرحمن ابن سالم ابن عبدالرحمن الاشل کوفی مولا روا عن ابی بصیر، از ابی بصیر روایت کرده، ضعیف. ایشون چی است؟ ضعیف هست. و ابوه ثقة روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، پدرش ثقه است که از ابو جعفر و ابی عبدالله روایت کرده. پس سه تن از راویانی که این مطلب رو روایت کردن این وضع حالشون است که شما دیدید. حالا میریم رو آقای ابو بصیر که این عبدالرحمن ابن سالم
از ایشون شنیده. ابو بصیر یکی از راویان معروف شیعه است، کسی است که روایت خیلی فراوانی رو از اهل بیت به اصطلاح روایت کرده. ما سری میزنیم به کتب روات شیعه تا ببینیم که این آقای ابو بصیر چه دستگلایی به ها میداده. در کتاب رجال کشی، دوستان عزیز نشون بدن این تصویر رو، اینم رجال کشی. در اینجا در صفحه 130 در اینجا میاد آقای ابو بصیر میگه که امام جعفر در مورد زنی حکم دادن که ایشون به اصطلاح شلاق زده بشه. این آقای ابو بصیر اومد چیکار کرد؟ دستشو به سینه خودش زد و گفت که اظن صاحبنا ما تکامل علمه، ما فکر میکنم که این آقای به اصطلاح امام جعفر علمش کامل نشده، یعنی شک در علم امام جعفر صادق. یکی از نکات خیلی مهمی که در مورد این آقای ابو بصیر لازم است بدانید که ایشون رابطه خیلی نزدیکی با سگ‌ها داشتن و بارها اتفاق افتاده که ایشون وقتی که به ائمه توهین می‌کردن یک سگی می اومده و به صورت ایشون یا به گوش ایشون ادرار می‌کرده. این روایت در اینجا هست. در اینجا ایشون یک سوء ظنی رو نسبت به امام میکنه، به امام جعفر صادق. ناگهان سگی میاد و بر ایشون ادرار میکنه و اینجا در گوش ایشون ادرار میکنه. در روایت بعدی در اینجا میگه که ابو بصیر که کنیش ابا محمد بود که از جمله موالی بنی اسد و کان مکفوفا کور بود و محمد بن مسعود اینجا میگه که فسألته هل یتهم بالغلو، میگه که آیا ایشون متهم به غلو بوده؟ فقال اما الغلو فلم یتهم ولكن کان مخلطا، یعنی این آدم قاطی پاتی بوده آقای ابو بصیر. در روایت بعدی هم در اینجا میگه که ابو بصیر به در خونه امام جعفر صادق نشسته بود و از ایشون طلب اذن میکرد که وارد خونه بشه. در اینجا ایشون در حالی که نشسته بود دم در خونه امام، یک سگی میاد و بر صورت آقای ابو بصیر ادرار میکنه. میگه که قال اف اف ما هذا، اف این دیگه چی بود؟ قال جلیسه هذا کلب شغر فی وجهک، این سگی بود که به صورت آقای ابو بصیر شاشیده. و از این گونه روایات زیاد داریم در مورد این آقای ابو بصیر. و جمله اهانت هایی که ایشون کرده، آقای ابو بصیر کرده، توهین هایی است که به امامان و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتا نسبت به امام جعفر صادق، این امام بزرگوار، این شخص داشته که من نمونه های از این اهانت ها رو خدمت شما عزیزان آدرس هاش رو بیان میکنم تا که اگر خواستید در مورد این شخص بیشتر اطلاعات حاصل بکنید میتونید که
برید و به کتاب هایی که در مورد این شخص نوشته شده مراجعه بکنید. از جمله اینکه این آقای ابوبصیر روزی به در خانه امام جعفر رضی الله تعالی عنه حاضر بوده و در اونجا به ایشون فکر کنم اجازه نمیدن که وارد خونه بشه. بعد از اینکه میاد بیرون توهین میکنه به امام جعفر صادق و به ایشون اهانتی رو روا میداره که من خدمت شما عزیزان الان از اینجا نشون بدم. در کتاب رجال کشی در صفحه 145 در اینجا میگه که زنی رو آقای ابوبصیر بهش قرآن یاد میداد و با این خانوم به اصطلاح این آقای ابوبصیر شوخی نامناسبی کرده، به اصطلاح بعضی اماکن حساس بدن ایشون دست درازی کرده. بعد خدمت امام باقر آمده و این شخص شکایت میکنه از ابوبصیر، میگه ابوبصیر بزن، از امام به ابوبصیر میگه که چی گفتی به این، چرا این اذیت کردی؟ و این آقای ابوبصیر با دستش اشاره میکنه و چهره خودش رو میپوشونه، میگه این کارو باش کردم. دیگه شما خودتون تفسیر این آقای ابوبصیر رو که در صفحه 145 رجال کشی این مطلب رو گفته ببینید که این چگونه انسانی بوده که واقعا جای شرم هست که شیخ مفید زمان میاد و از این کتاب میاد نقل میکنه از این راوی این حدیث رو و میگه که این روایت صحیح هست. توهین و اهانتی که این روات به ائمه اهل بیت داشتن. نکته دیگر این که این حدیث به حدیث لوح جابر معروف است. ما در مورد حدیث لوح جابر قبلا مفصل در برنامه حجت بی حجت صحبت کرده بودیم که این حدیث لوح جابر حاکی از تناقضات بزرگی است که متاسفانه در این مذهب یا در این دین عبدالله ابن سبع وجود داره. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این روایت رو نشون بدن، روایات اصول کافی. دوستان عزیز این کتاب اصول کافی است، جلد 1 و 2. اینم شناسنامش، اینم روایاتی که در مورد همین لوح جابر هست. صفحه 406 روایت 9 که اشاره به لوح جابر است. همین حدیث که آقای قزوینی گفت که این حدیث 100% صحیح هست. ببینیم که تناقضاتی که در این روایت وجود داره. دخلت علی فاطمه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیا من ولدها. میگه جابر ابن عبدالله انصاری میگه از امام محمد باقر روایت میکنه که وارد شدم به فاطمه و در دست ایشان لوحی رو دیدم که در اون نامهای اوصیا از فرزندان فاطمه نوشته شده بود. خوب دقت بکنید، نامهای اوصیا از فرزندان فاطمه. فعددت 12 آخرهم القائم علیه السلام. میگه 12 تا شمردم در این لوحی که از فرزندان فاطمه است. من ولدها یعنی از فرزندان فاطمه 12 تا رو شمردم که آخرشون قائم بود. 3 منهم محمد، 3 تا از اونها محمد بود اسمش. و 3 منهم علی، 3 تا هم از اینها علی بود. 12 تا اسم بوده، همشون از فرزندان فاطمه بوده، 3 تا علی بوده توشون، 3 تا محمد. میدونید که اشکال این روایت چیه که این همه ادعا میکنن که روایت صحیح داریم، روایت صحیح داریم؟ هر شیعه اثناعشری که اسم ائمه رو بلد باشه میدونه که در بین ائمه اهل بیت
علیهم السلام که شیعیان به اونا اعتقاد دارن، ما این جدول رو آماده کردم که خدمت شما بزرگواران نشون بدم. این جدول، دوستان عزیز اینو نشون بدید لطفاً. این جدول 12 امام شیعیان هست. در اینجا در روایت میگه که جابر بن عبدالله لوحی رو میبینه دست فاطمه رضی الله تعالی عنها که 3 تا علی توش هست و 3 تا محمد و هم از فرزندان فاطمه هستن. وقتی اینا رو حساب میکنه میشه 12 تا. در اینجا میبینیم که ما 1 علی، 2 علی، 3 علی و 4 علی داریم و محمد 1، 2 تا، 3 تا. این محمد و میم ها میم دال که اینم محمد اسم امام زمان هست. پس این روایت که در کتاب اصول کافی، صحیح ترین کتابی که بهش اعتقاد دارن و یکی از کتاب هایی است که بعضی از علمای شیعه میگن که کسی یک روایت اینو انکار بکنه این انسان کافر است و نجس هست. در اینجا امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کلا انکار شده. 12 تا امام هست، همه از فرزندان فاطمه هستن. میگن دروغگو حافظه نداره. وقتی که این روایت رو این محمد ابن یحیی و محمد ابن حسین و اینا خواستن به دروغ ببندن به جابر ابن عبدالله انصاری، به صحابی پیامبر و به امام باقر، اینجا حواسشون نبوده و فراموش کردن که اسم علی رو هم در کنار این امامان در اینجا بیارن. روایت دیگری هم در همین صفحه هست. در اینجا میگه قال رسول الله در روایت 17 همین باب، انی من یعنی رسول الله و 12 من ولدی و 12 تا از فرزندانم و انت یا علی زر الارض. میگه 12، اینجا 12 تا فرزند، این اشاره به هم 12 امامی که ادعا میکنن، 12 امام از فرزندان پیامبر و تو یا علی و من چی هستیم؟ دکمه های زمین هستیم. زر الارض یعنی اوتادا، یعنی میخا، دکمه هایی که زمین رو نگر میداره، و جبالها و کوهایان. فاذا ذهب 12 من ولدی ساخت الارض باهلها ولم ينظروا. میگه این 12 تا که تکمیل شد از فرزندان من، در اینجا گفته بود که 12 تا از فرزندان من و انت یا علی، این که میشه 13 تا. اونجا شد حضرت علی رو جا انداخته بودن، شد 11 تا امام. روایت دیگه حضرت علی بود، روایت اول و دومش که خوندم خدمتون شده بود 12 تا. در اینجا 12 تا از فرزندان پیامبر و علی شد 13 تا. پس این 12 تا که بره یعنی یک واقعا شلغم شوربایی است تو کتابای اینا که معمایی که هیچ کس نمیتونه از این سر در بیاره. اینجا شد 13 تا. 12 تا از فرزندان پیامبر و انت یا علی، اینا چی هستن؟ اینا میخای زمین هستن که اگر اینا رفتند زمین چی میشه؟ به اهلش و به اینا نابود میشه و همه چیز به هم میخوره. اگر بگن که خب اینجا پیامبر اصلا فاطمه رو حساب کرده بودن، خب فاطمه با علی با امام 11 12 تا تکمیل میشه، پس زمین باید نابود میشد در زمان امام حسن عسکری. اگر حضرت مهدی رو باش حساب بکنیم که بهش اعتقاد دارن، اینجا میشه 13 تا. پس در هر حالت هر طوری که بخوان اینا حساب بکنن، اینجا موضوع به اصطلاح یک معمایی است که واقعا جوابی برای اون نخواهند داشت. همین مطلب در کتاب بهارالانوار هم هست. دوستان عزیز نشون بدن. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روایت ششم که قضیه امامت بعد از پیامبر یملکه 12 اماما من ولد علی و فاطمه، 12 امام از فرزندان علی و فاطمه
امامت را به عهده خواهند داشت. اینجا با علی چند تا میشه؟ میشه 13 امام. این یک امامی که این وسط گم است کیه؟ لطف کنن این رو به ما بگن که این امام 13 که در این وسط گم شده کی است؟ 12 تا امام از فرزندان علی و فاطمه. دروغگویی که این روایت رو ساخته حواسش نبوده که حضرت علی رو هم حساب بکنه جز این 12 تا. این 12 تا فرزند حضرت علی و فاطمه. با علی میشه 13 تا. این امام 13 هم کجاست؟ خب طبق اعتقادات شیعیان از علی تا امام مهدی میشه 12 امام. امام 13 هم کجاست؟ و شاید هم این به اصطلاح شمارش اعداد مثل مشکلی که جناب حضرت آیت الله قزوینی گرفتارش هستن که نمیتونن اعداد و ارقام رو بشمارن، شاید روات شیعه بعضشون خیلی بدتر بوده که از 1 تا 12 رو نمیتونستن بشمارن، هرچی با دستاشون میشمردن آخرش اشتباه میکردن. به خاطر همین یکی از به اصطلاح ائمه رو در اینجا جا انداختن. و همین مطلب دوستان عزیز اگر نشون بدن این روایت در این کتاب‌های شیعه که من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم و دوستان نشون بدید این فولدرها رو، در بهار الانوار جلد 36، بهار الانوار جلد 44، اصول کافی، اعلام الورا از طبرسی، الارشاد شیخ مفید، الانوار البهیه از عباس قمی، الخصال شیخ صدوق، صراط المستقیم زین الدین بیاضی، الغیبه طوسی، بهار الانوار در این روایتی که نشون دادم لحظات پیش، در مستدرک میرزا طبرسی، در عیون اخبار رضا از شیخ صدوق 2 روایت در اینجا وجود داره، کشف الغمه از اربیلی، کمال الدین از شیخ صدوقشون، من لا یحضر الفقیه و وسایل شیعه، مثلا این وسایل شیعه روایتش هست، دوستان نشون بدن در اینجا. ببینید در اینجا خیلی جالب است این روایت، در تناقض با روایتی است که در اصول کافی وجود داره. در اونجا گفته بود که 3 تا علی بود و 3 تا محمد. در اینجا چی میگه؟ میگه دخلت علی فاطمه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیا من ولدها. میگه داخل شدم بر فاطمه، در دست ایشان دیدم لوحی رو که در اینجا فعددت 12 آخرهم قائم. میگه 12 تا رو شمردم. 12 تا کی بوده؟ من ولدها. من ولدها دوستان خوب زوم بکنن روی این. من ولدها یعنی از فرزندان فاطمه. آخرهم القائم 3 منهم محمد و 4 منهم علی. میگه 3 تا محمد بوده و 4 تاشون علی بوده. این آقای صاحب وسایل شیعه یک کمی زرنگ بوده، به قول آقای قزوینی چیزی مصرف نکرده بوده ایشون. و اینجا اومده گفته خب این که اشتباه کردیم، ما اینجا گفتیم 3 تا علی، 3 تا این روایت اصول کافی که این اشکال رو داره، اینجا که ما 4 تا علی داریم. اینشو درست کرده، 3 تا محمد 4 تا علی، اینشو درست کرده. فراموش کرده که اونجا رو درست بکنه که گفته که اینا از فرزندان فاطمه هستن. ایشون در وضعیت نورمالی بوده، حواسش جمع بوده، اومده اعداد و ارقام رو درست کرده، ریاضی بلد بوده که 4 تا علی است و 3 تا محمد. اما اونجا اشتباه دیگری که در این روایت دروغی این وجود داره که اینا رو شمردم که از فرزندان فاطمه 12 تا وجود داشتن در لوح جابر که آخرشون قائم بود، 3 تاشون محمد و 4 تاشون علی. حالا برمیگردیم دوباره به همون این روایت دوستان دوباره نشون بدن، روایت 21472 در صفحه 121 از کتاب وسایل شیعه از حر آملی است. همه این روایت هایی که خدمت شما عزیزان نشون دادم همش این اشکالات رو داره. این در این روایت اشاره کرده بود که 4 تا علی. برمیگردیم به جدول 12 امام. علی ابن ابی طالب معروف امیر مومنان، علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن موسی رضا و علی ابن محمد امام هادی النقی. 4 تا علی داریم. طبق اون روایت که گفته بود من ولدها، در روایت وسایل شیعه و بقیه کتاب هاشون که هست نشون دادم من، از فرزندان فاطمه. پس علی ابن ابی طالب هم فرزند فاطمه است. اگر نیست پس این امام 13 که این وسط معما گم شده رو شما پیدا بکنید.
این بود دروغی که آقای قزوینی گفت و تناقضاتی که در این روایت وجود داره. امیدوار هستم که بار دیگر اگر جناب شیخ مفید زمان آیت الله قزوینی خواستید که دروغ بگید، حداقل یک مراجعه بکنید، بررسی سندی بکنید، این روایتتون رو برید تک تک تو کتاب خودتون مراجعه بکنید، چیزایی در موردشون به دست بیارید، یک تیکه از وسط روایت رو میگیری نشون میدی که بله این روایت کاملا صحیح است، فوق متواتر هست، در کتاب اصول کافی است. خب شما که همیشه ادعا میکردی که ما میریم راویان رو نمیدونم بررسی میکنیم فلان، خب یک سری میزدید این روایت درب و داغونتون با این راویانی که یکیش ضعیف جدا است و یکیش دیوونه بوده که نمیدونست چی داره میگه و یکیش کثیر الغرائب نقل میکرده سخنان عجیب و غریب، یکیش همین قضیه لوح جابر نگه دروغایی که این راوی گفته. و نصیحت ما به حضرت آیت الله اینه که برید یک کمی بیشتر مطالعه بکنید، یک کمی سوادتون رو خوب بکنید. زشته برای شما آقای قزوینی که بیاد توی شبکه جلوی میلیون ها انسان مطلبی رو ذکر میکنید، ادعا میکنید که این صحیح هست و در آخر اینطوری عذاب در میاد. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 1330 نه 1130 از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه مجلسی 1111. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 رو مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 بله بینندگان عزیز و گرامی، با دیدن این کلیپ ما به این نتیجه رسیدیم که اصل کل مشکل این دروغ‌ها و تلبیسات و تناقضاتی که وجود داره در این دین رافضه‌گری برمیگرده به عدم فهم و درک صحیحشون در علم ریاضیات. امیدواریم که یک کمی بیشتر به این مطلب توجه بکنن، خاصتا در حوزه‌های علمیه. حالا دیگه این آقای حر آملی و کلینی و مجلسی رو که نمیشه دوباره زنده کرد، به اونها چیزی یاد داد، منتها بیان این کتاباشون درست بکنن حداقل و این روایات رو در مورد علیکم اینطور ادعا نکنن که ما روایت صحیح داریم در مورد 12 امام و حدیث لوح جابر.